جواب سرفان ایشون آقا حشمت هستن از کارگرای خیلی خوبم. یعقوب هستم. من همیشه این دوتا داداش رو اشتباه داداشم. بله. خوب هستین جام سروان؟ ببخشید فکر کنم تریا که من کف کارگاه پیدا کردم تا دیدم شما اینجا این گفتم بیارم تقدیمتون کنم. یه وقت سوی تفاهم میشه فکر میکنید خدا نکرده ما اهل اینجور چیزایی. برو گمشه بیرون ببینم. برو گمشه بیرون. باش. بندازین شای مستر سیفونم بکش. چشم. ببخشید. تریاک. بله. این بنده خدا کمر نداره. بعضی موقع یه حب میندازه بالا قشنگ اینجوری بتونه صاف راه بره تفلک. مریض دیگه. ببین غلام. سلام آقا غلام. به از کارگران خیلی خوبه ما. خسته نباشی. به. خوب هستین؟ داشتم راه میرفتم یه مقدار شیری پیدا کردم زیر میز دیدم شما اینجایی گفتم بیارم خدمتتون. برو گمشه بیرون ببینم. بچم. برو بنداز شای مستر سیفونم بکش. چشم. شیره؟ شیر انگوره. شیر انگور این بچه‌ها به خاطر سردی گرمیش میخورن. وقتی میخوان تتمش میونه نوکه دستشون اینجوری میمالنش زیر میز. بله. این غیره. ما نمیذاریم زیر این که دفعه باد جابجاش نکنه. ببخشید. که خوردیش؟ چرا خوردم؟ ببخشید. اصلا ترسیدم. بخور جام. جناب سروان اینا هم کف کارگاه افتاده بود. بابا خب بندازش بره دیگه. بندازش بره. ببخشید. وسط مواد مخدر زندگی می‌کنی. نه